پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در چهاربینی‌های عید خربوزه، عید کدوی خانه پرکن، عید انگور، عید عسل، فستیوال آش پلو و دور ولایتی آزمون جمهوریوی نان شدم شایسته هر خان شدم که روز 24 اوگوست در شهر خوجند برگزار گردید اشتراک نمودند. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را در مکان تنتنه‌های ایدانه کشاورزان زراپر و هنرمندان اصیل در مجموع شماره زیادی ساکنان شهر ناحیه‌های ولایت سوخت با خوشنودی بی اندازه و صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. میوه‌های شهردار تاجیکستان عزیز فیض بخشایند امروز همچو پیغام نجات. فیض و نصرت ها رسیده از قدوم پیشوا، از اصل هم گشت شیرین روزگاری تاجیکان. خوش آمده پیشوای معظم ملت. در این چهاربینی با شکوه و دامنه‌دار نمایندگان از 18 شهر و ناحیه‌های ولایت و تشکیلات و اداره‌های دخدار اشتراک کرده در فضای آرام و آسوده وطن محفل و آزمون‌های گوناگون دایر نمودند. صاحب سردار دولت سروری ملت شما، صاحب سردار دولت سروری ملت شما. چون وطن آرام است این ظلم و وحدت از شماست، در جهان مشهور مایم این شرافت از شماست، در جهان مشهور مایم این شرافت از شماست. هر یک عید در علاهیدگی و با پیشنهاد انواع گوناگون محصولات آذوقه‌واری تجلیل کرده شد. به طور گسترده به معرض گذاشته شدن نوع‌های گوناگون حاصل زراعت پالایزی، سبزیجات، عسل طبیعی و محصولات از آنها تیار شونده در این چهاربینی بازگو کننده زحمت پیوسته کشاورزان مهنت دوستار ولایت سوخت میباشد. در عید عسل زنبور پروران 15 شهر و ناحیه، نمایندگان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل و اساسیاسیون زنبور پروران ولایت با شوقمندی زیاد اشتراک نمودند. در برابری به معرض گذاشته شدن نامگوی گوناگون عسل، همچنین در نمایشگاه دیگر نمود محصولات زنبور عسل پروری از جمله شیر ماده زنبور، گرد گل، موم و غیره به تماشا گذاشته شد. به سروری دولت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که در ولایت سوخت 68950 عائله زنبور عسل موجود می باشد
و سال گذشته از جانب زنبور پروران به مقدار 211 تن عسل استحصال کرده شده است. حجم استحصال عسل در نیم ساله اولی سال روان باشد در ولایت 289 تن را تشکیل داده است که این نشان داد نسبت به سال گذشته 78 تن زیاد می باشد. در گوشه چاره‌بینی‌های عید خربوزه، عید کدوی خانه پرکن و عید انگور خواجگداران 13 شهر و ناحیه‌های ولایت در رسته‌های علاهیده محصول مهنت خویش را به نمایش گذاشتند. پیرامیدها و خیمه‌ها در این نمایشگاه دامنه‌دار که با استفاده از خربوزه و تربوز، کدو، انگور، حاصل دیگر نوع زراعت کشاورزی و محصولات از آنها تیار شونده از قبیل مویز، مربا، افشوره‌های گوناگون و غیره بسیار جالب آرا داده شده‌اند از ذوق بلند زیبایی پرستی دستاندرکاران درک می‌دهد. طبق اطلاع مسئولان سال روان کشاورزان ولایت در میدان 5575 گکتار زراعت پولیزی از جمله 1613 گکتار خربوزه، 3899 گکتار تربوز و 57.5 گکتار کدو کشت کردند. در سال 2018 از جانب کشاورزان ولایت به مقدار 108068 تن محصولات پولیزی استحصال کرده شده است. پرزیدنت مملکت محترم اماملی رحمون نتیجه فعالیت پرثمر اهل زحمت ولایت را شایسته تحسین حسابیده و دستاوردهای آنها بهای بلند دادند. برگزاری چنین یک چاره‌بینی با شکوه را با فراگیری چند عید ملی در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی مهم شماریده تاکید داشتند که محض این عامل در معرفی محصولات عضوکاوی از لحاظ اکولوژی تازه و بلند صفت مملکت باعث می‌گردد. در زمینه تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی‌های معرفی کننده حجم صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور سال تا سال زیاد می‌گردد. به معلومات مسئولان در 6 ماهه اولی سال روان از قلمرو ولایت سوق به مقدار 194857 تن محصولات کشاورزی به خارج صادرات شده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 24850 تن زیاد می‌باشد. یادآور می‌شویم که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 17 آگوست سال 2019 شنبه 3 ماه آگوست عید انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر عید سیب اعلام گردیده است. در این روز خوش و خاطرمان و بار نخست در قلمرو جمهوری عید انگور با شکوه و شهامت خاصه برگزار کرده شد. در این چاره‌بینی تاکپروران شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نموده دستاوردهای مهنتی خویش را به معرض گذاشتند. تاک و حاصل آن در معرکه صرف ملی عید انگور به طور زنده و با طرح جالب دقت گذاشته شد که هوسمندی و مهارت بلند تاکپروران ولایت را تجسم می‌کند. امروز در ولایت در مساحت 9723 گکتار انگور باغ موجود است و سال گذشته تاکپروران به مقدار 44741 تن نوع‌های گوناگون انگور را استحصال نمودند. در نمایشگاه همچنین دیگر نوع‌های حاصل زراعت کشاورزی و میوه‌های شهرداری تر و تازه و اینچنین کارکرد شده را به معرض گذاشتند. طبق اطلاع مسئولان میدان عمومی کشاورزی ولایت در موسم امساله به 223197 گکتار برابر گردیده است که نسبت به یک سال پیش 1036 گکتار زیاد می باشد. فستیوال آش پلو که در این مکان تنتنه‌های ایدانه به طور خاص برگزار گردید شماره زیادی آشپزهای ماهر را از شهر و ناحیه‌های ولایت به هم آورد.
در این فستیوال آش پلاو را در 18 دگ از جمله در 2 دگ با گنجایش بیش از 1 تنه آماده نمودند. این نوع خوراک ملی با استفاده از نامگوی گوناگون برنج و خاص به منطقه های مملکت پخته شد. سرور دولت محترم امامali رحمون از نمایشگاه محصولات نانی که در دایره دور ولایتی آزمون جمهوری نان شدم شایسته هر خان شدم تشکیل گردید دیدن نمودند. در این نمایشگاه نانپس‌های ماهر نمونه نان‌های خاص به منطقه های ولایت را آماده کرده به معرض گذاشتند. همچنین نانپس‌های ماهر شهر ناحیه‌های ولایت در 8 تنور نامگوی گوناگون نان‌های ملی آماده نموده پیشنهاد اشتراکداران کردند. در همین جا زنان هنرمند ولایت به طور رمزی حولی تاجیکانه تشکیل نمودند که بسا دقت جلب کننده می باشد. سپس از روی 4 نومیناسیون زبالت‌های بهترین، آرایش بهترین نان، نانی با مزه‌ترین و کلان حجم‌ترین نان دوری ولایتی آزمون جمهوری نان شدم شایسته هر خان شدم جنبش گردید. در دایره برگزاری عیدهای ملی همچنین محفل و آزمون‌های آرایش خیمه بهترین، آش پلو بهترین، دستان ماهر، آشخوری بهترین و خربوزه‌خوری بهترین دایر کرده شد. اشتراکچیان آزمون و مسابقه‌های ذکر گردیده بهاگذاری شدند و غالبان از جانب پیشوای ملت محترم امامali رحمون با دیپلم و مبلغ‌های پولی قدردانی گردیدند. امروز همچنین در شهر خوجند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامali رحمون در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به فعالیت مهمانخانه